چرا از جاهای دور در اینجا مردم میآید؟ سوال اصلی اینجاست، چرا از جاهای دور در اینجا مردم میآید؟ خب بله، المرء یقیس علی نفسه. همیشه انسان دیگر کارم سری کی قیاس میکنه؟ سری خود. اگر ایمانت قوی باشه مردم دیگر امانت دار هستی، خیانت نمیکنی، مخلص هستی، ساده زندگی میکنی، هر کس فکر میکنی، گپی هر کس باور میکنی، چرا خود همونطور یک زندگی داری؟ اما اگر فریبکار باشی، نعوذ بالله چالاک باشی، بگو نعوذ بالله دروغگوی باشی، هر کس برات چی معلوم میشه؟ دروغگو، فریبکار، باور نمیکنی. همینطور است. از این خاطر من ملامت نمیکنم. چرا؟ شاید او فکر کرده باشد که در مسجد کمپری شاید بعد از نماز یک چیزی دلار هم توزیع میشه بگید.